بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. کافها یا عین صاد. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بنده اش زکریاست. اذ نادى ربه نداء خفیا. آنگاه که پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. گفت پروردگارا، به راستی که استخوانم سست شده و موهایم از پیری سفید گشته و ای پروردگارم، من هرگز در دعای تو از اجابت بی بهره نبودم. و اینی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. و من پس از مرگ خود از وارثانم نسبت به حفظ دین تو بیمناکم و همسرم نازاست، پس به لطف خیش وارثی به من عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. که وارث من و نیز وارث خاندان یعقوب باشد و پروردگارا او را در علم و دین انسانی پسندیده گردان. یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. الله فرمود ای زکریا، ما تو را به تولد پسری بشارت می دهیم که نامش یحیی است، که پیش از این هم نامی برای او قرار نداده ایم. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا گفت پروردگارا، چگونه پسری خواهم داشت در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری به ناتوانی رسیدم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرشته گفت این گونه است که تو میگویی، ولی پروردگارت فرموده است این امر برای من آسان است و به راستی پیش از این نیز تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. قال رب اجعل لي آیه. قال آیتك ألا تكلم الناس 3 لیال سویا. زکریا گفت پروردگارا، برای من نشانه ای بر تحقق این بشارت قرار بده. الله فرمود نشانه تو این است که 3 شبانه روز در حالی که سالم و تندرست هستی نمیتوانی با مردم سخن بگویی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پس او از محراب به سوی قومش رفت و به آنان اشاره کرد که بامداد و شامگاه به نیایش پروردگار بپردازید.
یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. الله فرمود ای یحیی کتاب تورات را با قوت و جدیت بگیر و در کودکی به او دانش و حکمت دادیم. وحنانا من لدنا وزکاه وكان تقیا. و از جانب خود به او محبت و پاکی از گناهان عطا کردیم و او پرهیزکار بود. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. و سلام و امنیت الله بر او باد روزی که متولد شد و روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده‌اش کناره گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. و میان خود و آنها پرده‌ای افکند تا خلوتگاه عبادتش باشد. آنگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل انسانی خوشندام بر وی نمایان شد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم گفت همانا من از شر تو به الله رحمان پناه میبرم. اگر پرهیزکار هستی به من آسیب نرسان. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشته گفت من فقط فرستاده پروردگارت هستم تا به تو پسر پاکیزه‌ای ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم گفت چگونه ممکن است پسری داشته باشم حالان که دست بشری به من نرسیده و بدکار نیز نبودم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جبرائیل گفت فرمان چنین است پروردگارت فرموده است این کار بر من آسان است و او را برای مردم نشانه ای از قدرت الله قرار می دهیم و نیز رحمتی از سوی ماست و این امری انجام یافته و مقدر است. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم او را باردار شد. آنگاه با او به جای دور دست رفت و از مردم کناره گرفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پس درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشاند. گفت ای کاش پیش از این می مردم و به کلی از یادها رفته بودم تا کسی درباره ام خیال باطل نکند.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناگهان از سمت پایینش عیسی او را ندا داد که غمگین مباش، همانا پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده است. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. و این تنه درخت خرما را به طرف خود تکان بده تا بر تو رطب تازه فرو ریزد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پس از آن خرما بخور و از آب نهر بنوش و دیدگان را به این فرزند روشن دار و اگر هر کسی را دیدی با اشاره بگو من برای الله الرحمن روزه سکوت نذر کردم و امروز مطلقاً با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پس مریم در حالی که او را برداشته بود نزد قومش آمد. آنان گفتند ای مریم به راستی کار زشتی انجام داده ای و دروغ بزرگی میگویی. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدکاره‌ای نبود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. پس مریم به عیسی اشاره کرد. آنان گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عیسی گفت من بنده الله هستم، او به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. و هر جا که باشم مرا پربرکت و فرخنده گردانده و تا زنده ام به نماز و زکات سفارشم کرده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و نافرمان قرار نداده است. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. این است حکایت عیسی پسر مریم، گفتار راستی که گمراهان درباره آن تردید و اختلاف میکنند. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هرگز سزاوار نیست که الله فرزندی برگیرد، منزه است او. الله هرگاه کاری را فرمان دهد و اراده کند فقط به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ
موجود می شود. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. و عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و شماست، پس او را بپرستید که راه راست این است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. آنگاه گروه‌های مختلف قومش در میان خود دچار اختلاف شدند. پس وای بر کافران از حضور در روز بزرگ قیامت. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. آن روزی که نزد ما میآیند چه خوب شنوا و بینا هستند، اما ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. و ای پیامبر آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه که داوری انجام گیرد و حالان که آنها اکنون در غفلتند و ایمان نمی آورند. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. به راستی ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همه به سوی ما بازگردانده میشوند. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. و ای پیامبر در این کتاب از ابراهیم یاد کن، بیگمان او پیامبری راستگو بود. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنگامی که به پدرش گفت پدر جان چرا چیزی را پرستش می کنی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد. یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. پدر جان یقینا از سوی الله دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پدر جان از شیطان پیروی نکن، زیرا شیطان نسبت به الله رحمان نافرمان بود. یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر جان من از این میترسم که از سوی الله رحمان عذابی به تو برسد و در نتیجه از دوستان شیطان باشی. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. پدرش گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر از عقیده‌ات دست بر نداری قطعاً تو را سنگسار می کنم. برو و برای مدت طولانی از من دور شو. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم گفت
سلام بر تو. به زودی از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست، بیگمان او نسبت به من مهربان است. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. و از شما و آنچه به جای الله میخوانید کنارگیری میکنم و پروردگارم را میخوانم. امید است که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. پس چون از آنان و آنچه به جای الله میپرستیدند کنارگیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک از آنان را پیامبر گرداندیم. و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. و آنان را از رحمت خیش بهره‌مند ساختیم و برایشان نام نیک و مقام برجسته‌ای در میان امتها قرار دادیم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و در این کتاب از موسی یاد کن، بیگمان او برگزیده‌ای مخلص و فرستاده‌ای پیامبر بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. و ما او را از سمت راست کوه طور ندا دادیم و رازگویان به خود نزدیکش ساختیم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. و از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر و یاور او بود به وی عطا کردیم. واذكر في الكتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، بیگمان او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و او همواره خانواده‌اش را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. و در این کتاب از ادریس یاد کن، بی تردید او پیامبری راستگو بود. ورفعناه مكانا عليا. و ما او را به مقامی بلند برکشیدیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آنان پیامبرانی بودند که الله بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از جمله افرادی که آنان را هدایت نمودیم و برگزیدیم و هرگاه آیات پروردگار رحمان بر ایشان خوانده میشد
سجده کنان و گریان به خاک می افتادند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. آنگاه پس از ایشان جانشینانی آمدند که نماز و عبادات را تباه ساختند و از هوسها و شهوات پیروی کردند و به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کاری شایسته انجام دهد، پس اینانند که به بهشت داخل می شوند و بر آنان هیچ ستمی نخواهد شد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتیا. باغ‌های جاودان که الله رحمان به غیب بندگانش را به آن وعده داده است، مسلماً وعده او فرا خواهد رسید. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. در آنجا سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند و هرگز جز سلام و تحیت نمی‌شنوند و برای آنان هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. این همان بهشتی است که از میان بندگانمان به آن کسی که در دنیا پرهیزکار بوده به ارث می‌دهیم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. و جبرائیل گفت ما جز به فرمان پروردگار فرود نمی آییم. او حاکم بر آینده و گذشته و حال ماست و پروردگارت فراموشکار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، پس او را پرستش کن و بر عبادتش شکیبا و پایدار باش. آیا همانند و همنامی برایش میشناسی؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. و انسان کافر میگوید آیا زمانی که بمیرم به راستی زنده از گور بیرون آورده خواهم شد؟ اولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ نبود؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس سوگند به پروردگارت که یقینا آنان را با شیاطین محشور خواهیم کرد. سپس همه را در حالی که به زانو در آمده اند گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم ساخت. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان الله رحمان سرکشتر بوده اند جدا خواهیم کرد. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
آنگاه ما به حال کسانی که برای در افتادن به آن آتش مهیب سزاوارترند داناتریم. و این منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا. و هیچ یک از شما مردم نیست مگر آنکه وارد آن می‌گردد. مؤمنان برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و ماندن. این امر همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو در آمده در آن رها می‌کنیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان تلاوت می شود، کسانی که کافر شده اند به آنان که ایمان آورده اند می گویند کدام یک از ما دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش نیکوتر است. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که ثروتی بیشتر و ظاهری آراسته تر داشتند. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ای پیامبر بگو هر که در گمراهی است الله رحمان به او مهلت می‌دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند، یا عذاب دنیا یا کیفر قیامت. پس به زودی خواهند دانست که چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است. و یزید الله الذین اهتدوا هدی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. و اما کسانی که هدایت یافته اند الله بر هدایتشان می افزاید و آثار شایسته‌ای که از انسان باقی می ماند ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش نیکوتر است. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت قطعاً مال و فرزند فراوانی در آخرت به من داده خواهد شد؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا او بر غیب آگاهی یافته یا از الله رحمان عهدی گرفته است؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هرگز چنین نیست، گفته‌اش را می نویسیم و بر عذابش می افزاییم. و نرثه ما یقول و یأتینا فردا. و آنچه را می گوید از اموال و فرزندان از او می ستانیم و به تنهایی نزد ما خواهد آمد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. مشرکان به جای الله
معبودانی برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. چنین نیست، بلکه آن معبودها در قیامت عبادت آنان را انکار خواهند کرد و مخالف ایشان خواهند بود. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ای پیامبر، آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنان را با وسوسه های خود تحریک کنند و از راه الله باز دارند؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. پس درباره نابودی آنان شتاب نکن، ما به دقت اجل و مهلت عذاب آنان را می شماریم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. یاد کن از روزی که پرهیزکاران را به سوی ضیافت الله رحمان گروه گروه محشور می کنیم. ونسوق المجرمین الى جهنم وردا. و مجرمان را تشنکام به سوی جهنم میرانیم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد الله رحمان پیمانی گرفته باشد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. و مشرکان گفتند الله رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. لقد جئتم شیئا ادا. به راستی چیزی بسیار زشت در میان آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نزدیک است آسمان ها از این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها به شدت فرو ریزند. ان دعوا للرحمن ولدا. چرا که برای الله رحمان فرزندی ادعا کردند. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. و هرگز برای الله رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. در آسمان ها و زمین هیچ کسی نیست مگر آن که در روز قیامت خاکسار و بندوار نزد الله رحمان می آید. لقد احصاهم وعدهم عدا. یقینا الله همه آنان را شمارش کرده و به دقت برشمرده است. و كلهم آتیه یوم القیامة فردا. و همه آنان روز قیامت به تنهایی نزد او حاضر می شوند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند الله رحمان برای آنان محبتی در دلهای بندگانش قرار می دهد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ای پیامبر، به راستی که ما این قرآن را به زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزکاران را با آن بشارت دهی و ستیزگران سرسخت را بیم دهی. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. و چه بسیار نسل هایی را که پیش از آنان بودند
هلاک کردیم. آیا کسی از آنان را میابی یا کمترین صدایی از آنان میشنوی؟